16 سپتامبر در دوشنبه نشست سران کشورهای عضو اودکبه و روز 17 سپتامبر نشست جشنی سازمان همکاری‌های شانگهای بخشیده به سالگرد 20 تأسیس این سازمان دایر گردیده، همچنین در یک نشست مشترک این دو سازمان که در چنین چارچوب بار اول دایر می شود، سران اودکبه و سازمان شانگهای وضع افغانستان را بررسی کردند. رهبران کشورهای اساسی تصمیم گیر در این دو سازمان، رهبر خطای سی جین پین، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و سروزیر هند نریندرا مودی به دوشنبه نآمدند و در این نشست ها به شکل آنلاین اشتراک می کنند. ناظران امور می گویند به سبب حضور مستقیم نداشتن آنها، رهبران کشورها نتوانستند در مسائل مهم به خصوص افغانستان تصمیم های جدی بگیرند، در حالی که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به شدت از طالبان انتقاد کرد و جامعه جهانی را به کمک به مردم پنجشیر دعوت کرد. بسیاری از کشورهای تصمیم گیر از جمله روسیه و خطای خواستار تماس‌ها با طالبان شدند. در نشست دوشنبه همچنین روند عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای آغاز یافت. عضویت ایران تا کنون به دلیل مخالفت تاجیکستان باعث یک کشور اساسگذار سازمان شانگهای به عقب افتاده بود. دوشنبه ایران را به پشتیبانی از مخالفان اسلامی حکومت تاجیکستان ابدار می کند.